خب به نام خدا امروز میخوایم حرکت توکو وایمیوی رو بررسی کنیم توی فوتبال رابطه‌گرا. اشتباهی که اغلب در مورد این حرکت میکنن اینه که صرفاً یعنی پاس بده و بودو. اما خب اگر به این سادگی بود همه تیم‌ها خوب اجراش میکردن و ازش استفاده میکردن. صرفاً مسئله حرکت نیست، رابطه است. رابطه‌ای که بین بازیکن‌ها باید شکل بگیره و شناخت و درک متقابلی که اونها از همدیگه دارن. الان ما اگر طبق این تصویر بازیکن شماره 8 رو ببینیم که صاحب توپه و اگر صرفاً بخوایم بررسی کنیم که آیا پاس ساده به بازیکن شماره 7 پاسخگو هست یا نه و اگر نیست چرا. خب ما باید بررسی کنیم که چرا میگیم پاس ساده صرفاً پاسخگو نیست، یعنی صرفاً یه پاس از شماره 8 به بازیکن 7 داده بشه. اولین موضوعی که مهمه، بازیکن شماره 8 باید فرم بدن باز باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولین اقدام برای محافظت از توپ برای بازیکن مالک توپ اینه که با بدن باز و قرار گرفتن توپ جلوی بدن بازیکن باعث بشه که بتونه از توپ محافظت کنه. خب بعد از اینکه زاویه بدن در واقع درست بود، اولین مسئله مهم برای شکل گرفتن رابطه است. مسئله دوم فاصله است. اگر فاصله خیلی زیاد باشه، طبیعتاً مثل این تصویر اگر بازیکن شماره 7 این منطقه قرار گرفته باشه ممکنه توپ بهش برسه، ممکنه امن هم باشه این خط پاس، اما بی اثره. چرا؟ چون رابطه شکل نمیگیره. مسئله‌ای که خیلی مهمه اینه که ما باید فاصله کوتاه رو حتما بین بازیکنانمون و حتی بین خطوط داشته باشیم برای اینکه روابط بهتر بتونه شکل بگیره. و بعد از اینکه پاس صادر شد به بازیکن شماره 7 تو این تصویر، مسئله‌ای که مهمه حرکت بعدیه که توسط نفر سوم و همون نفر اول انجام میشه. خب حرکتی که نفر اول باید انجام بده اینه که مجددا برای بازیکن شماره 7 گزینه پاس باشه در واقع. خب وقتی که بخواد برای بازیکن شماره 7 گزینه پاس باشه، طبیعتاً یک سری فضا باید نزدیک به بازیکن صاحب توپ پیدا کنه در واقع که این حرکت میتونه به این قسمت از زمین باشه. حرکت بعدی که میتونه شکل بگیره اورلپ فولبکه که از پشت بازیکن حرکت میکنه و تو فضای مورد نظر قرار میگیره. فضای بعدی که اینجا وجود داره برای بازیکن شماره 10 که میتونه این حرکت رو انجام بده و حمایت از بازیکن ثابت و شماره 6 در واقع جایگزین شماره 8 میشه و شماره 11 در واقع آماده برای توپ‌هایی که به سمت محوطه جریمه حرکت میکنه. اشتباه رایج اکثر مربیان اینه که صرفاً حرکت توکو وایمیوی رو به این گونه آموزش میدن که پاس بده و حرکت کنه، اما این غلطه. پاس دادن و حرکت کردن بدون رابطه عملاً بی‌معنیه، یک دویدن بی‌معنی. یک چیزی که خیلی در مورد توکو وایمیوی مهمه اینه که یک قرارداد ذهنی بین بازیکن هست که اگر رابطه‌ای نباشه حرکت هم فایده نداره. ممنون که وقتتون رو برای دیدن این ویدیو گذاشتین. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون و توی ویدیوهای آینده الگوهای دیگر رو بررسی میکنیم و بیشتر به این سبک فوتبال که خیلی جذاب هستش میپردازیم. این سبک از دل
سادگی به وجود میاد که واقعا وقتی که باهاش کاملا آشنا بشید متوجه میشید که از دل این سادگی چقدر جذابیت ها و زیبایی های این فوتبال بهتر دیده میشه و شکل میگیره. متشکرم از نگاهتون.